به نام خدا و با سلام خدمت شما دوستان عزیز. امیدوارم هر جایی که هستید حالتون عالی باشه. امروز پنجشنبه 11 آبان 1402 با جلسه سوم از دوره آموزش مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی در خدمتتون هستیم. در جلسات قبلی در رابطه با مزایای مهندسی معکوس و همچنین روش‌های انجام مهندسی معکوس صحبت کردیم. در این جلسه چند تا نمونه برد و مورد بررسی قرار میدیم و کم کم وارد فاز اجرایی میشیم. کم کم شروع میکنیم کار رو که انشالله به صورت عملی هم کار رو شما ببینید. خب بردهای الکترونیکی از نظر تنوع انواع مختلفی دارن. شاید در وهله اول شما زمانی که برد الکترونیکی رو مورد بررسی قرار میدید کمی گنگ به نظر بیاد یا اینکه نتونید خیلی باهاش ارتباط برقرار کنید. ولی من توی این جلسه چند تا تقسیم بندی میگم که معمولاً بردها توی همین تقسیمات قرار دارن. خب بردهای الکترونیکی خیلی تنوع دارن و شاید نشه با یه تقسیم بندی همه اونا رو در واقع پوشش داد، اما من اینجا یه تقسیم بندی ارائه میکنم که اکثر بردها رو شامل میشه. من اومدم اینا رو در واقع توی 5 بخش طبقه بندی کردم. بخش اول بردهای پاور الکترونیکه، بردهایی که شامل منابع تغذیه خطی و سویچینگ میشه. انواع منابع تغذیه‌ای که حالا ممکنه به صورت خطی عمل کنه یا به صورت سویچینگ ساخته شده باشه. انواع چاپرها، انواع اینورترها، رکتیفایرها، استابلایزرها، انواع درایوها و انواع UPS ها و سیستم های سولار. خب این کاربرد در واقع پاور الکترونیک خیلی زیاده و من اینجا حالا به همین ذکر این چند مورد بسنده میکنم، ولی خب هم تنوعش خیلی زیاده و همین که کاربردشون هم خیلی گسترده است و تقریبا همه جا شما این بردها رو میبینید. بردهای منابع تغذیه خب تقریبا توی هر سیستم الکترونیکی که شما باز کنید داخلش بخش منبع تغذیه دارید که حالا اون بخش ممکنه خطی باشه یا اینکه به صورت سویچینگ پیاده سازی شده باشه یا حتی ترکیبی از این دوتا. بعد مدارات چاپر هستن که اکثر دستگاه صنعتی ازش استفاده میکنن. اینورترها همینطور تقریبا همه جا حضور دارن، توی اکثر دستگاه ها هستن، حالا یا به صورت مستقل داخل یه باکس جدا داره کاری رو انجام میده یا اینکه بخشی از اون برد صنعتیه و در اونجا به صورت اینورتر عمل میکنه. مدارات رکتیفایر هم همینطور شاید یا به صورت داخل مداری به کار بره یا اینکه به صورت صنعتی دستگاه رکتیفایر داشته باشیم، رکتیفایرهایی که کنترل شده هستن. و مدارات استابلایزر هم به همین صورت. انواع درایو ها دوباره توی همین تقسیم بندی قرار میگیره که تقریبا هر سیستم صنعتی رو شما مورد بررسی قرار بدید حتما درایو ها رو اونجا میبینید که توی مودهای مختلفی دارن کار میکنن. انواع UPS ها هم همینطور، هم کاربرد خانگی داره، کاربرد اداری داره، صنعتی داره و توی اکثر سیستم ها UPS هم بخشی از سیستم هستش. و سیستم های سولار هم که خب امروزه خیلی داره کاربردی میشه و روز به روز در حال پیشرفته. پس این طبقه بندی اولمون که حالا بردهای پاور هستن. بعدی که حالا از نظر کاربرد دوباره خیلی کاربردی هستن بردهای کنترل دیجیتال هستن. خب شما هر سیستم الکترونیکی که حالا باز کنید یا مورد بررسی قرار بدید یه بخش کنترلی داره. ممکنه اون بخش کنترلی آنالوگ باشه یا دیجیتال، ولی اکثرا امروزه اکثر سیستم ها در واقع کنترل دیجیتال دارن و بردهای کنترل دیجیتال شامل برد کنترل انواع سیستم های صنعتی و پزشکی و نظامی و خانگی و اینا میشه. هر دستگاهی که حالا به طریق یه منطقی رو داره پیاده سازی میکنه. این دستگاه
در واقع این بوردها معمولا مبتنی بر میکروپروسسور، میکروکنترلر، DSP یا FPGA هستن. بوردهای قدیمی تر هم داریم که حالا با گیت های منطقی و CPLD و GAL و اینها اومدن در واقع پیاده سازی شدن. به طور کلی هر بورد کنترل دیجیتال که حالا فارغ از پیاده سازی بیاد یه سری منطق عملکردی به صورت دیجیتال پیاده سازی بکنه رو ما توی این دسته‌بندی قرار میدیم. بوردهای کنترل آنالوگ دسته بعدی مونه که برای پیاده سازی اون منطق عملکردی از مدارات و آیسی های آنالوگ استفاده میکنن. معمولا مبتنی بر آپ همپ هستن و یه سری آیسی های محاسباتی که این محاسبات رو به صورت آنالوگ انجام میدن و یک سری تغییرات رو به صورت آنالوگ روی سیگنال ها اعمال میکنن، مثل مدارات که جذر میگیرن، ضرب میکنن، جمع میکنن، لوگاریتم میگیرن، آنتی لوگاریتم میگیرن و مداراتی از این قبیل، یا فیلتر میکنن. همه اینا که به صورت آنالوگ پیاده سازی میشن جزو مدارات کنترل آنالوگ ما طبقه بندی کردیم. البته ما مدارات آنالوگ رو نیومدیم کلا به صورت کنترل آنالوگ در نظر بگیریم. مدارات آنالوگ خب خیلی گستردگی دارن، بیشتر اون مداراتی که در واقع یه منطقی رو به صورت آنالوگ دارن پیاده سازی میکنن و مد نظرمون. و دسته‌بندی بعدی که ما داریم بوردهای آنالوگ یا دیجیتالی که برای سیستم‌های صوتی استفاده میشن که باز این هم یک گستره وسیع داره، انواع آمپلیفایرها و میکسرها و خیلی از سیستم‌های صوتی دیگه‌ای که حالا لازم به ذکر نیست. و برخی بوردهای دیگه داریم که یک گستره وسیع دارن. دوباره بوردهای مخابراتی هستن که ممکنه به صورت آنالوگ، دیجیتال یا ترکیبی از این دوتا پیاده سازی شده باشن. خب این تقسیم بندی رو ما تا اینجا داشته باشیم. البته این تقسیم بندی که من ارائه کردم بیشتر یه تقسیم بندی هست برای اینکه شما نسبت به اونها دید داشته باشید و بتونید یه طبقه بندی داشته باشید، ولی ما در واقعیت به این صورت سیستم ها رو به صورت صرفاً دیجیتال یا آنالوگ نداریم و اکثر مدارات و دستگاهی که ما باهاش سر و کار داریم حتما ترکیبی از اینها داخلش وجود داره. مثلا شما یه سیستم صوتی رو در نظر بگیرید، مثلا یه دستگاه ارگ. یه دستگاه ارگ رو که شما در نظر بگیرید، خب این یه بخش پاور داره که برای تأمین پاور تمامی بخشا داره ازش استفاده میکنه. یه بخش صوتی داره که به صورت پری امپلیفایر عمل میکنه، اون صدایی که قرار پخش بشه رو یه پیش تقویتی میکنه. بعد یه بورد میکسر داریم که صداهای مختلف ورودی رو با هم دیگه میکس میکنه. یه قسمت آمپلیفایر قدرت داریم که صدا رو تقویت میکنه و نهایتا به خروجی تحویل میده. از طرفی یه بورد کنترل داریم که با صفحه کلید و نمایشگر و اینها در ارتباطه و در واقع یوزر اینترفیس رو پیاده سازی میکنه. یک بورد دیگه داریم که کار تولید صدا و پردازش صدا رو انجام میده که معمولا بر پایه DSP یا FPGA پیاده سازی شده. مجدد این یه بخش دیگه‌ایه و جدای از اون بخش کنترل دیجیتال داره کار میکنه. بخشای دیگه‌ای هم داریم که مربوط به خوندن فلاپی دیسک و فلش و اینها هستن که باز اونم حالا به طریقی بوردهای کنترلی به حساب میان که به صورت جداگانه دارن یک سری وظایفی رو انجام میدن. پس ما وقتی یه سیستمی رو باز میکنیم با انواع و اقسام بوردها مواجه میشیم و اونجاست که باید شروع کنیم تقسیم بندی کنیم، طبقه بندی کنیم و حد و مرز رو مشخص کنیم، بدونیم که با چه سیستمی مواجه هستیم. خب بوردی که اینجا الان دارید میبینید، دستگاهی که اینجا دارید میبینید یه دستگاه صنعتیه که انواع اقسام مدارات رو
داخلش به کار برده. حالا مثلا این قسمت بخش تغذیهشه که از یه پک تغذیه استفاده کرده. همینجوری که میبینید یه ماژول در واقع AC to DC پاور مدول هستش که اومده یه ورودی 100 تا 240 ولت شما میتونید به ورودی این اعمال رو کنید. جریانش 8 دهم تا 4 دهم آمپر متغیره و فرکانس ورودی 47 تا 63 هرتز در واقع براش قابل قبوله و خروجی مثبت 24 ولت 1700 میلی آمپر هم تحویل میده. این دستگاه مثلا اومده این قسمت رو به صورت آماده استفاده کرده و نیومده مثلا خودش به صورت دیسکریت مدار رو طراحی بکنه. این دستگاه یه دستگاه کدورت سنج لیزری هستش که حالا توی صنایع مختلف استفاده میشه. ما خیلی با عملکردش فعلا کاری نداریم و بیشتر میخوایم ببینیم که چه مداراتی داخلش به کار رفته. خب اینجا یه باتری بکاپ میبینید که قرار داده، احتمالا برای سیو کردن برخی اطلاعات و اینها، و یه بورد کنترل آنالوگ اینجا میبینید که مشخص از یه سری رگولاتور و قطعات آنالوگ استفاده کرده، داره یه کار کنترلی رو انجام میده. و این قسمت از مدار هم بخش کنترلی و بخش حافظه که به صورت یه بورد مستقل اومده روی بورد اصلی پیاده سازی شده و این بوردی هم که میبینید بیشتر برای اینترفیس های مختلف مثل ارتباط با کارت حافظه و ارتباط با USB و ارتباط با پورت شبکه، ارتباط با یوزر چه از طریق نمایشگر چه از طریق تاچ و ارتباط با بوردهای کنترلی آنالوگ مورد استفاده قرار گرفته. خب این دستگاهی که از دستگاهایی هستش که ما مهندسی معکوسش رو تو دستور کار داریم و انشالله در آینده نچندان دور کلیه مستندات این استخراج میشه. خب یه نمونه دیگه ما از این دستگاه اینجا داریم. بازش کردم و در حال کار هستیم روی اون. همونطوری که میبینید اینجا هم دوباره ما یک بلوک پاور داریم که برای تأمین در واقع تغذیه این دستگاه در نظر گرفته شده و یه بورد کنترلی آنالوگ کاملا آنالوگ داریم که کل این دستگاه رو در واقع داره کنترل میکنه. همونطوری که میبینید حالا این سیما و اینا رو ما بذاریم کنار. خب یه مدار ورودی تغذیه داریم و بعد خود تغذیه رو داریم، یه سری یک سوساز داریم اینجا، چون این در واقع داخلش یه دونه ترانسه و چیز خاصی نه، یه ترانس چند سر هستش که حالا دیتاشتش رو بعدا مورد بررسی قرار میدیم. یه سری کارهای یک سوسازی صافی و اینها داریم و بعدش هم مدار رگولاتور و یه سری مدار آنالوگ اینجا داریم که در واقع کارهای کنترلی آنالوگ رو داره انجام میده. این قسمت هم که بخش یوزر اینترفیس دستگاه هست شامل یه LCD، یه گالوانومتر، یه سری مولتی ترن و یه سری کلید و LED هستش. این هم از پشت بورد که حالا یه سری سیم کشی ها و اینا هم پشتش انجام شده. خب این مدار، این دستگاه، این قسمت کنترلیشه، این بورد کنترلیشه و دو تا بخش دیگه هم داره که من نشونتون بدم. این دستگاه هم دستگاه کدورت سنجه و من اینو بذارمش کنار.
این دستگاه هم یه دستگاه کدورت سنج لیزریه که یه مین بورد داره همونطوری که خدمتتون توضیح دادم و یه بورد فرستنده و گیرنده هم داره که به صورت لیزری عمل میکنه و این هم کانکتور ارتباطی این هاست که با بورد اصلی ارتباط میگیره و تبادل داده میکنه. من حالا اینا رو باز کنم شما بوردهاش هم ببینید. این بورد گیرنده ماست و این هم بورد فرستنده ماست که حالا ما اومدیم و اینا رو باز کردیم و جدا کردیم و در حال انجام کار مهندسی معکوس روی اون هستیم. اینها بوردهایی هستش که حالا من سعی میکنم توی دوره مهندسی معکوسش رو گام به گام با هم ببریم جلو. یه بورد دیگه ای ما اینجا داریم که این هم باز یه بورد دیگه ایه که اصلا هیچ ارتباطی به اینها نداره و یه بورد خیلی ساده تری که مجدد باید مهندسی معکوس بشه. این ماژول اترنته که در واقع وجود داره به صورت آماده، اما این بوردی که الان اینجا میبینید بورد توسعه این ماژول هستش که این هم ما باید مهندسی معکوس بکنیم. حالا بسته به این که دوره به چه صورتی پیش بره و از نظر زمانی و اینا به چه صورت باشه، یا اینا در گام اول مهندسی معکوس میکنیم یا اینکه همون بورد کدورت سنج آنالوگ رو با هم دیگه پیش میبریم. امیدوارم که این جلسه هم براتون مفید باشه و نهایت استفاده رو برده باشید. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.